گل اول قنبری زد، امید ماتر. آیا تا به حال شنیده اید که چگونه یک پسر جوان از خیابان‌های کابل به یکی از بهترین گلزن‌های تاریخ فوتسال افغانستان تبدیل شد؟ یک فرصت، چه گلی، چه گلی! آفرین به امید قنبری. داستان امید قنبری، بازیکنی که با استعداد خدادادی و تلاش بی‌وقفه قلب‌ها را تسخیر کرده است. از دوران کودکی امید عاشق ورزش بود و بیشتر وقت خود را در خیابان‌ها و زمین‌های فوتسال محلی می‌گذراند. او با توپ قدیمی و زمین‌های ناهموار عشق خود به فوتسال را شکوفا کرد. همین شرایط سخت باعث شد که امید تکنیک‌های خاصی را توسعه دهد که امروزه یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد او به حساب می‌آید. امید به دلیل سرعت بالا، دقت شوت‌زنی فوق‌العاده و توانایی موقعیت‌یابی منحصر به فرد به عنوان مهاجم اصلی تیم ملی انتخاب شد. تا سال 2025 امید قنبری به یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتسال افغانستان تبدیل شد. در این سال او در 15 بازی حضور داشت و موفق شد 23 گل به ثمر برساند. این رقم او را به بالاترین گلزن تاریخ فوتسال افغانستان در یک سال تبدیل کرد. بهترین عملکرد در مسابقات منطقه آسیا در سال 2024 امید با زدن 10 گل به عنوان بهترین گلزن تورنمنت انتخاب شد. بازی مقابل ایران در بازی حساس مقابل ایران در سال 2025 امید با زدن 2 گل زیبا نشان داد که چرا به عنوان ستاره تیم شناخته می شود.